به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام بچه های شاد و بانشاد. سلام غنچه های قرآنی. سلام بر همه بچه هایی که دوست دارند قرآن یاد گیرند و بخوانند. و البته سلام و درود بر پدر و مادران مهربان. امیدوارم همیشه خرسند و خوشبخت در کنار همدیگر باشه. من شهنازه، صدای من را میشنوید از رادیو مهر صدای کودک. با برنامه غنچه های قرآنی در کنارتان هستم. سوره‌ای که امروز با هم میخوانیم سوره اخلاص یا همان قل هو الله است. این سوره 4 آیت دارد. با هم دیگر به این سوره گوش میدهیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدای قرآن میاد، بوی گلستان میاد، خدا میگه تو قرآن ای مردمان جهان، ظالم میره جهنم عاقبتش میشه غم. بایستی عاقل باشی، با همه عادل باشی، کنیم تا شاد شی، با فکر و آزاد شی، بریم به سمت قرآن، دنیا بشه گلستان. دوستان خوبم، میدانستید که سوره اخلاص شناسنامه خداوندی مهربان است؟ این سوره به ما میگوید که خدا فقط یکتا است و یک و یگانه. پیامبر اسلام حضرت محمد که خیلی بچه ها را دوست می دارند درباره سوره اخلاص می گویند هر کس این سوره را بخواند خواسته ها و آرزوهایش برآورده می شود. سوره اخلاص 112مین سوره قرآن است و در جزء 3 قرار دارد. بچه های مهربان، بیایید یک بار دیگر این سوره را گوش کنیم تا بهتر یاد بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم. يا رب نور دربي يا رب أسعد قلبي يا مليكي يا رجائي يا دليلي وضيائي نور دربي. ليس لي حول فإني بك حولي وعلي بك حولي وعلي
في شهيقي وزفيري أنا محتاج إليك أنا محتاج إليك أنا محتاج إليك. دوست رویکانی من، اگر از برنامه غنچه های قرآنی خوشتان آمده باشد می توانید از پدرجان یا مادرجانتان خواهش کنید تا برنامه های ما را در فیسبوک، یوتیوب، ادنا کلاسنیک برایتان پخش کنند و یا به شماره +90 531 623 0676 در واتساپ پیام دهید و در کانال ما آبونه شوید تا اینکه ما برنامه ها را برایتان ارسال کنیم. راستی یک خبر خوش، شما می توانید خودتان هم قرآن می‌خوانید و ضبط کنید و با اجازت والدین برای ما در برنامه غنچه های قرآنی ارسال کنید. ما هم سعی می‌کنیم تا همه آنها را برای دوستانتان پخش کنیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. نور دربي نور دربي يا رب أسعد قلبي يا مليكي يا رجائي يا دليلي وضيائي نور دربي أنت ألهمت فؤادي حب خير المرسلين حب خير المرسلين وبه أكرمت قومي وجميع العالمين وجميع العالمين يا رب يا رب يا رب نور دربي يا رب نور دربي يا رب أسعد قلبي يا مليكي يا رجائي يا دليلي وضيائي نور دربي زكي يا الله نفسي بتعاليم الرسول بتعاليم الرسول من سما خلقا كريما وتسامى بالعقول وتسامى بالعقول وتسامى بالعقول يا رب يا رب يا رب نور دربي من سما خلقا كريما وتسامى بالعقول وتسامى بالعقول وتسامى بالعقول يا رب يا رب يا رب نور دربي برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org